تاب‌آوری اینه که تو حالت خوبه، یه اتفاقی میفته، حالت خراب میشه، یه مدت زمانی طول میکشه تا حالت خوب بشه. این زمانی که طول میکشه هر چقدر کوتاه‌تر باشه تاب‌آوری تو بیشتره. بعضی از دوستانی که من باشون صحبت میکنم دارن از تاب‌آوری به سمت پوست کلفتی میرن. یعنی اینکه هر بلایی من سر تو میارم تو هیچ چیز سنس نمی‌کنی. این خوب نیست. ما نباید پوست کلفت بشیم. چرا؟ چون اون ایموشن، اون هیجانی که تو داری، چه منفی چه مثبت و شاخکاش هنوز فعاله که باعث میشه حالت تو بد بشود، تو رو میکند یک انسان، همدلی به وجود میاره، شفقت به وجود میاره و تو بابتش هزینه میدی. خیلی طبیعیه که تو وقتی یک تصمیم چالشی میگیری یا گزینه چالشی را انتخاب میکنی و این کار نمیکند، تو اذیت میشی، یا اصلا وقتی داری این انتخاب میکنی میترسی، اضطراب میگیری. من میگم این خوبه، این داره به تو میگه ببین میلاد، میخوای یه کار مهم بکنی، حواست جمع. حالا تو با این اضطراب چه کار میکنی؟ میشینی تو سر خودت میزنی، میشینی گریه میکنی، منفعل میشی، یا اضطراب رو بغلش میکنی. چند وقت پیش یه دوستی به من زنگ زد، گفت یه پروپوزالی دارم که برم مدیر عامل فلان شرکت بشم، میترسم، نظر تو چیه؟ گفتم ببین از این ترسه نترس، این ترس داره به تو میگه کار مهمی میخوای بکنی. حالا بیا به داشتهات نگاه کن، ببین کجاها کم داری، اونا رو کامل کن، کجاها قوی هستی، رو قوتات تمرکز کن، رو ضعفات. از این قوتات استفاده کن که از این ضعفات گل نخوری. ترسه طبیعیه، انسانیت ما رو داره نشون میده، عملکرد درست مغز رو داره نشون میده. یاد بگیریم با این ترسه درست مواجه